خیلی از مهمونی‌ها بوی این عطر رو گرفت. دوستمون گفتن این عطر میخوام بوی چرم بده. خب بریم 2 تا عطر بهت معرفی کنم که بوی چرم بده. یک، تام فورد توسکان لدر. همونجوری که از اسمش پیداست، توسکان لدر به معنی چرم توسکانی میشه. این عطر توش زعفرون داره، چرم داره، تمشک داره و لایه‌های از آویشن میشه توش حس، یعنی یه عطر چرمی ادویه‌ای میشه. این از سال 2007 اومد به بازار و از اون موقعی که اومد به بازار خیلی از مهمونی‌ها بوی این عطر رو گرفت. عطر دومی که بخوام دوستمون پیشنهاد بدم مموی آریش لدره. مموی آریش لدر همونجوری که از اسمش پیداست یعنی چرم ایرلندی. تو این از چرم، کهربا، علف استفاده شده و یه رایحه بسیار چرمی، آروماتیک و یک مقدار فرشتر نسبت به توسکان لدر داره بهمون میده. این عطر خیلی جدیدتر از توسکان لدر، سال 2013 اومد تو بازار و وقتی اومد خیلی از عاشقای عطر رو دیوونه خودش کرد. اگه بخوام 2 تا عطر رو براتون مقایسه کنم میتونم بهتون بگم که توسکان لدر ماندگاری بالاتری نسبت به آریش لدر داره و پخش بوی بالاتری. و این چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه گرمتر نسبت به آریش لدر و من آریش لدر رو برای بهار و تابستون بیشتر پیشنهاد میکنم تا توسکان لدر. جفتشون عطرهای گرمی هستن، عطرهای چرمی هستن، عطرهای سنگینی هستن، ولی باز مموی آریش لدر بهتره برای فصلهای بهار و تابستون. اگه هنوز عطر مناسب خودت پیدا نکردی پس منو فالو داشته باش تا هر روز بهت پیشنهادهای جذابتر بدم. دوستتون دارم.